سلام خدمت همه شما عزیزان. به اولین قسمت از ویدیوکست با تجربه خوش اومدید. من شمس‌الدین یوسفیان هستم. ما اینجا میشینیم پای حرف و درد و دل کارآفرینای موفق تا از تجربیاتشون بدونیم، تجربیاتی در شکست‌ها یا موفقیت‌هاشون. امروز یه مهمان ویژه داریم، دکتر سایه نازنین، از کارآفرینان بسیار موفق که من اسمشو میذارم مرد شکست ناپذیر. خیلی خوش اومدید دکتر. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. خیلی ممنون که منو دعوت کردید و خیلی ممنون که این عنوان جذاب رو به من اعطا کردید و واقعا خودم شایسته‌شو نمیدونم ولی که امیدوارم که امروز ویدیوکست خوبی با هم داشته. بذارید من با سوالایی که میپرسم و داستانهایی از شما میشنویم بینندگان قضاوت کنن که آیا من اون لقبی که دادم مرد شکست ناپذیر بهتون میشینه یا نه. سپاسگزارم، امیدوارم که اینطور باشه. خواهش میکنم. آیا تو یکم از بچگیتون بگید، اصلا کی کارو شروع کردید؟ چی شد وارد، اصلا اون اولین تجربه شما از کار کردن در کجا بود؟ من یادمه توی خانواده خیلی شلوغ توی مشهد به دنیا اومدم و ما توی خانواده 7-8 نفری بودیم، با مادر بزرگامون با هم زندگی می‌کردیم، 10-12 نفر می‌شدیم و من یادمه هر موقع که از پدر پول می‌خواستم، پدر در ازای پول از من کار می‌خواستن. یعنی من گفتم بابا پول بدین دفتر بخرم، گفتن که خب برو کمک مادرت یکم ظرفا رو بشور، یا یکم بزرگتر شده بودم برو ماشین رو بشور، یا یکم بزرگتر شده برو کفشا رو واکس بزن، بیا سر کوره آبپاشی کن، دور کوره رو آبپاشی کن تا من به تو پول بدم. و از اول ماها همه یاد گرفته بودیم که انگار در قبال پول باید کار بکنیم. خیلی زود من کارو شروع کردم. مثلا اون موقع باب بود که پسر بچه‌ها توی تابستون یه جایی بعد کار میکردن. من یادم یه راهنمایی دبستان بودم، رفتم نجاری، شغلای مختلفی رو تجربه کرده بودم توی تابستون و خیلی برای من لذت بخش بود. خیلی دوست داشتم این کار. دکتر یه سوالی که دارم اینه که اون موقعی که 7 سالتون بود و این سختگیری‌ها از جانب پدرتون انجام میشد، چه حسی داشتید نسبت به پدرتون؟ یادتون هست؟ باید یکم فکر کنم دکتر. ناراحت نبودم، فکر میکردم که روتین همینه دیگه، یعنی پذیرفته بودم، چون که مادر من هم به شدت حمایت میکنه از تصمیمات پدر. فکر میکنم خب اینجوریه دیگه، آره بدیهیه که من باید کار کنم که در قبالش پولی بگیرم و اینجوری نبود که مثلا پدر بگه برو این کارو بکن، مادر میگفت بچه گناه داره نه نفرستش، این خبرها نبود. همواره مامان میگفت آره حتی مثلا فرض کن که یک بچه 7-8 ساله 10 ساله وقتی که کفشای پدر رو واکس میزنه چه اتفاقی میفته؟ تمام لباسامو کثیف میکردم، راه پله ها، در و دیوار، ولی بابا و مامان اینو به جون میخریدن و باز از ما کار میخواستن همیشه. فکر میکنید که اگر پدرتون سختگیری رو نمیکرد دکتر سایی این دکتر سایی الان بود؟ قطعا این که الان هستم نبودم، ولی با سوگیری واپسگرایی اگه بخوایم نگاه نکنیم نمیدونم چی بودم. چه بسا موفق‌تر بودم، چه بسا شکست خورده‌تر بودم، ولی مطمئنا اینی که الان هستم نبودم. نمیدونم، دقیقا نمیتونم پیش بینی بکنم که اگه این اتفاق نمیافتاد شخصیت من چگونه میشد و چه تصمیماتی میگرفتم، چه کارهایی میکردم. و اگه الان پدرتون اینجا بود؟ پدرم هستن مشهدن، دستشون هستن اینجا میبوسم و همواره تشکر میکنم. من یکی از بزرگترین نعمتایی که دارم خانواده‌ای که توش بزرگ شدم. واقعا چیزی هست که به پدرتون نگفته باشین؟ تا چند سال پیش گفتن دوست دارم اینا سخت بود، ولی الان نه، راحت میگم. یه شعر واسه بابا گفته بودم، آره نه همه چی من گفتم، ولی خب با مادر راحت ترم دیگه. مادر دیگه. بابا شنیدم که یه پسرتون سوئده. آره باربود پسر بزرگم سوئده و الان 20 سالشه. 15 ساله که بود رفت. یعنی 15 سالگی تنها فرستادنش سوئد؟ تنها فرستادمش سوئد و اونجا البته خودش کاراشو کرد و نامنگاری کرد و ایمیل فرستاد و مجوزاشو گرفت و اینا، ولی الان تنها اونجا داره زندگی میکنه، با هم دیگه در ارتباطیم هر شب یا مثلا شب در میون، ولی خوبه اونجا داره زندگی میکنه و راضیه. منم راضیم. چی شد اصلا به این سمت رفت که پسرتون بره سوئد؟ برنامه دراز مدتی داشت واسه فضا و واسه علوم فضایی و اینا. از اول ریاضیش هم خوب بود و نامنگاری میکرد که بره و دوست داشت که بتونه بره کشور مدرن‌تر. خیلی دوست دارم بدونم که چه اتفاقی افتاد که یه پسر تو 15 سالگی میتونه توی یه کشور غریب تنها زندگی کنه. میدونی میخوام چی بگم؟ اون جسارت، اون
جنگندگی، اون اعتماد به نفس. بذارید من یه خاطره از باربود به شما بگم. اینکه باربود وقتی که 7 سالش بود من تنهایی فرستادمش رفت مشهد. واو. آره پدر مادرم البته مشهد اومدن دنبالش، تو فرودگاه گرفتنش، متا همینش هم کنترل شده بود، یعنی حضورش تو مسیر با مهماندار هماهنگ شده بود، ولی دوست داشتم این تجربه رو. 7 سال بود. یه روز آلودگی هوا اعلام کرد و من با مامانم اینا صحبت کردم، گفتم که باربودو میفرستم تنهایی بیاد اونجا، گفتم بفرستش. اوکی من بلیط براش گفتم تنهایی میتونی بری؟ گفت خطرناک نیست. گفتم نه اینجوری. گفت باشه میرم. براش بلیط گرفتم و رفتم اونجا، کارت پروازو براش گرفتم و دادم دستشو، با مهماندار رفتن و تو هواپیما خودش تنهایی نشست اونجا، از تنهایی اومد پایین و رفت توی سالن و پدر مادر اومدن دوبارش. مامان گفتن که وقتی باربود اومد ما رو دید، یک چمدون خیلی کوچیک اینقدی هم داشت، از دور برای ما بای بای کرد ولی ندوید سمت ما انتظار داشتیم که ما رو که میبینه بدوه سمت ما. بای بای کرد و وایساد، چمدونش هم از روی ترولی، از روی این ریل برداشت و بعد رفت پیش ما. یعنی قشنگ مثل یک مسافر واقعی عمل کرده بود. خب یه پسری که توی 7 سالگی میتونه تنهایی بره، طبیعیه که تو 15 سالگی هم میتونه این کارو تکرار بکنه توی کشور دیگه یه مرحله سخت‌تر. خب البته سخته دکتر، سخته. یعنی روزی که باربود رفت، چون 2-3 تا هواپیما بعد عوض میکرد تا برسه به اونجا، استکهلم نیست باربود تو یوتیوبریه. از زمانی که از اینجا رفت تا فرودگاه ترکیه نشست، بعد هواپیماشو عوض کرد رفت استکهلم، بعد قطار سوار شد رفت یوتیوبری و اینا رسید. پسری که زبان اون کشور رو نمیدونه، زبان انگلیسی میدونه و من مردم و زنده شدم تا این رسید، چون به خاطر سنش سیم کارتم نتونست بگیره تا وقتی رسید به مقصد و خیلی سخت بود. تا این مدتی که طول کشید، فکر کنم 26 ساعت طول کشید تا این رسید اونجا. بعد تماس گرفت گفت من رسیدم و مستقر شدم و من اصلا 26 ساعت در آتش بودم دیگه واقعا. و اون لحظه که رسید و خیالتون راحت شد؟ نه 100% خیالم راحت نشد. به هر حال کشور غریبه، تو با فرهنگ اونجا آشنا نیستی، کسی اونجا نداری، ارتباطات قوی نداری. نه خیالم کاملا راحت نشد. از این که رسیده خیالم راحت شد، ولی که تا حدودی گفتم اوه به یک استیبیلیتی رسید دیگه، به یک پایداری رسیده که الان میتونه، حالا مشکلی داشته باشه تماس میگیره یا اونجا با پلیس یا با یه کاری میکنه، من از اینجا میتونم یه کاری براش بکنم. ولی به هر حال بعد روزی بشه که تو پر این بچه‌ها باز کنی که بپرن دیگه، همیشه نمیتونن زیر بال خودت نگه دارن. من به عنوان یک پدر که خب 2 تا بچه دارم، یکی 10 ساله یکی 5 سال، واقعا محافظت نکردن انقدر سخته برای پدرها از نظر من. اینکه تو بچه‌ها رو کیر نکنی، مواظبت نکنی. وقتی الان این استوری رو من گفتین اصلا من یه جوری شدم میدونی، و واقعا تحسین کنم چجوری آدم میتونه انقدر از خودگذشتگی داشته باشه و بتونه این همه در حقیقت پدری نکنه. آره جلوی خودشو بگیره برای محافظت. دقیقاً کتاب پاچ شکننده اگه خونده باشی توش توضیح میده که اشیا، حالا با اشیا شروع میکنه، میگه که فرض کن یه لیوان وقتی دست ماست میفته زمین، یا میشکنه یا نمیشکنه. اگه بشکنه که میگیم شکننده است، اگه نشکنه میگیم نشکنه. در حالی که نشکن نیست، یعنی یک تعبیر دیگه وجود داره غیر از بشکن و نشکن. اگر گزینه‌ای باشه که تو بندازیش زمین، هر دفعه که میندازی مقاوم تر بشه، اون گزینه اسمش چیه؟ اون گزینه رو اسمش گذاشته بود، کتابی که بود بچه‌ها؟ نوحراری. اون گزینه نوحراری اسمش گذاشته بود پاچ شکننده. میگفتش که مواردی هستن که هر وقت که آسیب میبینن قوی تر میشن، هر وقت که تحت فشار قرار میگیرن نه تنها مقاومت میکنن بلکه قوی تر میشن. مثال گفت بدن شما یه بیماری مثلا سرم میزنه، یه واکسن اصلا میزنی، واکسن که میزنی بدن شما دچار یک شکست کوچیکی میشه، شکست قابل تحملی میشه، در یک فشاری رو تحمل میکنه، پس از گذشتن از این شکست قوی تر میشه. بچه شما وقتی که میخوره زمین قوی، کارآفرین ورشکسته میشه پس از ورشکستگی، اگر که بتونه پیدا بکنه خودشو و بلند بشه قوی تر میشه. و خیلی چیزا دیگه. شما میری باشگاه، میدونم ورزش میکنید، میری باشگاه وزنه میزنید، خب شبش روزای اول میبینی بدن درد میگیره. چرا؟ چون یه سری بافتا احتمالاً پاره شده، یه جایی آسیبی خورده که درد داری، ولی این آسیب لذت بخشه، چون پس از اون پات شکنندگی میاد. بچه‌ها به نظر من همینه. برمیگردیم به اون روزا، اون اوایل که پسر بزرگتون باربود رفت سوئد و شما جای خالیشو توی خونه احساس میکردی.
آره من آدم احساساتی هم اصلا میشناسیم و آره خیلی هم از شوخی گریه میکردم، خیلی خیلی زیاد، هنوزم میکنم، هنوزم یه آهنگی خوب میشم. چند روز توی آهنگ شنیدم میگفت عطر داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره و من لباساشو بو میکردم و لوازمشو نگاه میکردم، شعرهایی که با هم دیگه میخوندیم، ما خیلی با هم دیگه شعر میخونیم، خیلی با هم ترانه گوش میکردیم و خب روزای سختی بود، قطعا روزای سختی بود، ولی خب به قیمت رشد بچه فداکاریه دیگه. به نظر من گاهی نگه داشتن بچه ها خودخواهیه. بله گاهی الان که خب 20 سال شده و تقریبا اون استرس ها کمتر شده خب داره. ولی من میخوام بپرسم آیا در طول این مدت هیچ وقت شده تو خلوت خودتون بگین نکنه من این بچه رو زود فرستادم، نکنه این بچه هنوز به پدر نیاز داشت؟ هم شده برای خودم، هم خیلی ها بهم گفتن، یعنی یه کسی، آدم‌های مهم، آدم‌هایی که من اسکور میدم، امتیاز میدم به صحبتشون، بهم گفتن و شب با خودم فکر میکنم که آیا من واقعا کار درستی کردم یا نه. یادم یک عکس از باربود دیدم، یه عکس گرفته بود که دستش سیگار بود. من اصلا تعجب کردم. باربود یه پسری بود که اهل ورزش، اهل کتاب، فلسفه به شدت، اهل کار، اهل درس، و آخه سیگار دست، باید با سیگار عکس بگیری بذاری اینا. من اصلا ساعتی بود که اون خواب بود، نمیتونستم باش تماس بگیرم، ولی اصلا انقدر ترسیده بودم با خودم که این ممکنه سلسله جنبان و سرآغاز یک سری اتفاقات دیگه باشه تو زندگی برم. صبح بهش زنگ زدم گفتم که بابا اون عکس تو دیدم با سیگار. گفت نه سیگار. گفتم چرا؟ گفت نه اون ادامه دستبند دستبندم زوم کردیم دید. گفتم عکس که گفت اینو میگی؟ گفتم آره. گفت ادامه بود و من به اشتباه دیده بودم. خب خیلی سخته. از این لحظات زیاد داشتم، لحظاتی که گوشی رو جواب نمیده، لحظاتی که مثلا رفته بود یه ورزشگاه خیلی شلوغ، یه حادثه تو اون ورزشگاه اتفاق افتاده بود و بعد گوشی رو جواب نمیداد به سببی که اونجا اصلا آنتن نمیداد و من خب خیلی ترسیده بودم تا وقتی که این بیاد بیرون. الان چند وقت ندیدینش؟ از 1401. واو. فرض کن همین الان 22 تیر 1401. فرض کن همین الان در باز بشه بیاد تو، نگو. بگو بابا من برگشتم. خیلی خوشحال میشم میبینمش، خیلی دوست دارم بغلش کنم، خیلی دوست دارم بوش کنم، ببوسمش، ولی کن آیندهش بیشتر دوست دارم. ترجیح میدم برم یک کشور ثالث ببینمش تا که اون بیاد اینجا، چون سرباز اگه بیاد شاید نتونه به راحتی برگرده. به این مفهومش از خود گذاشتگی. خب دوست داری الان چیزی بهش بگی؟ مطمئنا این ویدیو رو میبینه. دوست دارم بهش بگم خیلی بهت افتخار میکنم پسر، خیلی کار درسته. خیلی میبینم هیکلت رو قشنگ کردی، میبینم اینقدر کتاب میخونی، میبینم کار میکنی همزمان با اینکه بچهای 20 ساله همسن تو کار نمیکنن. میبینم مامان دوست دخترت به من پیام میده و میگه چقدر پسر محشری تربیت کردی، با اینکه دوست دختر سوئدی، اونا فرهنگ سوئدی دارن و بارها از من تشکر میکنه بابت تو. خیلی بهت افتخار میکنم و دمت گرم. لایک. مرسی دکتر که این لحظات رو با ما به اشتراک گذاشتید. من به نظرم شجاعت فقط این نیست که از خود گذشتگی بکنید، شجاعت اینه که اون احساسات هم بروز بدی. اینم از شجاعتتون میاد. سلام مرسی. دکتر اون شجاعتی که توی پرورش فرزندان ما از شما الان دیدیم، میخوام ببینم اون شجاعت رو توی بیزنس و مسیر کارآفرینیتون هم داشتید یا نه؟ آره به نظر خودم، الان نمیدونم اسم شجاعت هست یا نه، بعضی وقتا شما باید تصمیمای سخت بگیری و تصمیمای سخت به نظر من شجاعت میخواد. یعنی گاهی شما باید تصمیمی رو بگیری که ممکنه تبعات احساسی برش داشته باشه، مثل اعزام باربود به سوئد، مثل اخراج فلان کارمندی که دوستش داری ولی کم به صلاح کسب و کار نیست که اینجا بمونه، باید بیا اخراجش کنی. من یه کارمندی داشتم، کارگری داشتم، خیلی هم دوستش داشتم. این توی حادثه دستاش و پشتش سوخت. اسمش ابوالفضل. حادثه هم به من مربوط نمیشه، توی شوخی کرده بودن، بنزین کشیده بودن اینا. بعدش من این توی انبار میخوابید، اونجا یه واحدی داشتیم، اونجا نگهبان بود و میخوابید. اونجا یه محیطی بود که پر مگس و برای محیط کارگاهی آلوده است، نزدیک کنم گاوداری بود. من بهش گفتم این اگه اونجا بمونه، با خودم گفتم اگه اونجا بمونه دکتر این چیز میشه، عفونت میکنه. بهش گفتم بیا خونه ما. رفتم آوردمش خونه‌مون، راه حدودا نزدیک 1 ماه خونه ما. 1 ماه. خب تو این 1 ماه دستای این سوخته بود
پشتش هم سوخته بود. آره جفت دستاش تا بالا سوخته بود، پشتش هم بد سوخته بود، تاول میزد به این بزرگی. و من اضافتو چیکار میکرد؟ هر روز من باید این میوردمش حموم، هر روز. بعد پشتشو کیسه میکشیدم دکتر، و کیسه کشیدن پشتی که تاول زده بسیار سخت، بسیار. حالا شما میگی شجاعت یا سنگدلی یا کار سختیه. بعدش دور اینو یه ملافه اتو میکردم، میپیچیدم دورش، پامپیچیش میکردم، با این ملافه اتو شده میبردمش بیمارستان، پانسمانش میکردن، میآوردمش خونه، ملافه رو میشستم اتو میکردم، برای فردا صبحش دوباره. و این قضیه اینقدر باید تکرار میشد تا این پوستش دوباره بیاد بالا. غیر از این من باید غذا دهن این میکردم، این میرفت دستشویی، من باید میرفتم کمکش میکردم. و این آدم رو که ما مثل حکم پدر فرزندی داشتیم، جای پسرم بود یا جای برادر کوچیکم بود، یک روزی من اخراج کردم. خیلی سخته. یعنی واقعا اون لحظه‌ای که من داشتم حکم اخراج اینو مینوشتم و بهش توضیح دادم که به چه دلیل داره اخراج میشه، لحظات سختی بود، ما رابطه عاطفی با هم دیگه داشتیم. ولی چیزی که مهم بود این بود که من یک مجموعه بزرگی داشتم، نسبتا بزرگی داشتم که افراد زیادی اونجا اشتغال داشتن و نون میخوردن. من نمیتونستم با دخالت دادن احساسم مانع کسب درآمد همه بشم. بله. من باید خیلی غیر احساسی تصمیم میگرفتم، منطقی تصمیم میگرفتم و این اتفاق میافتاد و افتاد. یک ویدیویی دیدم از یک بنده خدای مال فکر کنم نشنال جئوگرافی بود که توی آفریقا وقتی که خوشسالی اومده بود، بعد به خبرنگار گفتن تو سخت‌ترین صحنه‌ای که دیدی چی بود؟ گفت سخت‌ترین صحنه‌ای که دیدم این بود که یک مادری که بچه دوقلو داشت و بچه‌ها شیرخوار بودن، دکترای صلیب سرخ بهش گفته بودن که تو سینت بنده این دوتا بچه شیر نداره و به حال این هر دوتاشون میمیرن، مگر اینکه یک به یکیشون شیر ندی که اون مقدار شیر به یکیش حداقل برسه و در غیر صورت اینا میمیرن. و خب اون لحظه اون مادر باید تصمیم میگه که کدومی که از این بچه‌هاشو شیر نده. اونم شجاعت میخواد. اگه هر دوتاشون رو بدی هر دوتاشون میمیرن. سخته، بله میدونم. عادلانه است، نه. ولی انسانیه، نه. ولی چاره ای نیست. چون وقتی چاره ای نیست شما باید تصمیم سخت بگیری. این تصمیم سخت رو اسمشو میذارم من شجاعت. گاهی که تو باید تصمیم سخت. دکتر اگر این من کاملا حرف شما درسته، این تصمیم سخت واقعا از شجاعت میاد. میتونیم الان اینجوری هم بگیم که ایجاد اون ارتباطات احساسی با کارگرها این تصمیمات رو سخت‌تر میکنه؟ باز به نظر من اگه بخوایم بدون سوگیری بهش نگاه کنیم، بله تصمیمات رو سخت‌تر میکنه، ولی شما از رابطه احساسی که ساختید طرفین یک برداشت هایی داشتن، یک لذت هایی بردن که شما اون لذت ها رو نمیتونید نادیده بگیری. من مثلا وقتی که با این کارگر رابطه احساسی، اولا که من رابطه انسانی بیشتر ساخته بودم، فکر میکنم که به عنوان یک آدمی که آوردمش تهران از مشهد، مال مشهد هم نبود، مال سبزوار بود، آوردمش تهران و نسبت بهش مسئولیت دارم، باید کاری براش بکنم. ولی حتی اگه بگیم رابطه احساسی، یک آورده‌ای داشته برای من دیگه، یک دلیلی داشته که این کارو باش کردم و اون دلیل رو نمیتونم نادیده بگیرم. ولی بله تصمیمو سخت‌تر میکنه. هر چه رابطه احساسی تر باشه تصمیم سخت‌تر میشه. هر چقدر که هویت اون آدم در ذهن تو قوی تر باشه تصمیم سخت‌تر میشه. شما یک جوجه میخری، خب یه هویتی داره، اگه این جوجه رو گربه بخوره بچت ناراحت میشه، خودت ناراحت میشی. خب ولی اگه برای جوجت اسم گذاشته باشی، بهش گفته باشی مثلا نازی، یه اسمی، خب یه اسمی برای جوجت، اون جوجه رو گربه بخوره بیشتر ناراحت میشی، چون یکم هویتش غنی‌تر و قوی‌تر شد تو ذهنت. آفرین. دقیقاً چیزی که میگین درسته و اخراج کردن پرسنل برای من مثل قطع انگشتای دست میمونه. برای واقعا سخته. یکی از سخته این کارو، یه کارآفرینه واقعا. من شاید تو یکی از استارتاپام رو به افول بود، 40 تا پرسنل داشت. میدونستم که تا 2 سال دیگه باید 15 تا رو تعدیل کنم. یک شرکت جدید زدم که اینا رو جابجا کنم تا میتونم اخراج نکنم. حالا تا یه حد خیلی زیادی هم موفق شدم و مشکل رو حل کردم، ولی انقدر از اخراج کردن من بدم میاد یا تعدیل کردن من بدم میاد. فقط هم یه دلیل داره، میگم اون بنده خدا امیدش به منه. انگار یه باری رو میزن رو دوش من. آره. شاید به نظر من نقش خودتو زیادی داری پررنگ میبینی به نظر من. خب ولی یک چیزی من میگم، اخراج کردن هم راههایی داره که میتونه دردشو کمتر بکنه. بریم تو کسب و کار کمش کنه ندارم.
یکی از مشکلات جدی کارآفرینا از جمله خودم و اکثر کارآفرینا اینه که وقتی یک نفر رو اخراج میکنن بهش برچسب آدم به درد نخور یا چیز شبیهی میزنن. این آدم خوب نیست، این آدم به درد من به درد نخور، این آدم تنبل، این آدم بی‌ارزه است. خب در حالی که اگر برگردیم به روز اولی که استخدامش کرده بودیم و حس و موقعم رو ببینیم یه چیز دیگه ای داره میگه. به نظر من علتی که ما افراد رو اخراج میکنیم این نیست که اونا به درد نخورن، اونا مناسب ما نیستن. بله. ما از اول ما کارآفرین اشتباه استخدام کردیم، به اینا رو دقت نکردیم، روز آخر موقع اخراج این داستان رو داریم. و اگر این افرادی که مناسب ما نیستند بگردیم جایی که مناسبشون هست پیدا بکنیم، اخراج آسان تر میشه. من به داداشم زنگ میزنم میگم که مهدی جان، میگه جانم، میگم که من یه کارگری داشتم جوشکاریش خوبه ولی تو ارتفاع میترسه کار کنه، تو کارگاه جایی داری که بیاد پیش تو کار کنه؟ من میخوام اخراجش کنم. میگه بچه سالمیه، دزد نیست. میگم نه اوکی. میگه بفرستش بیاد مصاحبه. خب این یکم سبک میکنه اخراج. بله. دیگه یعنی خود اون حسی هم که شما میگین رو کمتر میکنه. چرا که اون آدم رو من آدم ناکافی ندیدم، آدم نامناسب دیدم. این فرق میکنه تو با هم دیگه. دقیقا من این خاطره بخوام بگم، یه کارمندی داشتم توی یه پوزیشنی میذاشتم، همکارای خود همون کارمند جدیده میومدن به مدیر بخش میگفتن که این اصلا مناسب این بخش نیست و بخش رو خراب کرد. بعد مدیر داخلی میگفت که بنزینش بیرون. گفتم نه بذارید اون بخش. 3-4 جا من اینو جابجا کردم و بالاخره توی یه پوزیشنی نشست. الان 7-8 سال با ما کار میکنه و چقدر به ما وفاداره. چقدر، یعنی نمیتونی تو اون پوزیشن کارمند به خوبی گیر بیاری. نمیگم چی بگم، شاید در 3-4 تا پوزیشن ریجکت شده بود ولی توی یه پوزیشن نشست و مناسبت و بسیار مناسب. یعنی هر کسی هم نمیتونه بنز اون کار کنه. خیلی جالب. من یه کارگری داشتم، یه کارمندی داشتم اسمش پوریا بود، فامیلشو نمیگم. هر کاری من به این پوریا میدادم اشتباه انجام میداد. مرشیتور بود. خب رئیس دفترم، بهش میگفتم این نامه رو ثبت کن، اشتباه ثبت میکرد. میگفتم برو فلان جا خرید کن، اشتباه خرید میکرد. اینا یه روزی یه طرحی زد برای یک برای طرح، دیدم عجب خوبه. گفتم این طرح تو کی زده؟ گفتم پوریا. گفتم این پوریا مثلا بیورزه تو همین. آره پوریا. آره گفتن گفتم پوریا بیا اینجا. گفتم تو نرم افزار بلدی؟ گفت نه هیچ بلد نیستم. گفتم برو بخش طراحی بگو بهت نرم افزار یاد بدن. و رفت اونجا نرم افزار یاد گرفت. از بهترین طراحای ما شد، یعنی خلاق ترین. چون طراحا یکم که پیش من کار میکنن به سببی که من بهشون نمیگفتم از این مقطع استفاده کن، این پروفیل استفاده کن، این لوله رو استفاده کن، ذهنشون کلیشه میشد. این خلاق بود، ذهنش کلیشه نمیشد. من گفتم پروفیل، گفت نه پروفیل خوب نیست، تیراهن. و تونست طرحهای جدید و بدی برای من خلق کنه. همین پوریایی که به قول شما من فکر میکردم این بی‌ارزه است و ناکاراست. خب دکتر، من شنیدم که سال 1398 11 میلیارد تومان شما ورشکست شدین سر یک استارتاپی، درسته اگه اشتباه نکنم؟ آره دکتر. سال 96 بود که من تصمیم گرفتم یه تصمیم اشتباه گرفتم و این بود که بیام تو حوزه کسب کار آنلاین. تصمیم اشتباه کسب کار آنلاین تصمیم اشتباه نبود. کسب کار آنلاین برای اون زمان من تصمیم اشتباه. اومدم یک اپلیکیشن شروع کردم بنوشتم، بهش فکر کردم که آقا به نام خانم خجالتی، که میدیدم مثلا پرسنل خانومم نوار بهداشتی یا پوشک میخوان، خصوصا نوار بهداشتی خجالت میکشن یا آقای میان داروخونه بخرن خجالت میکشن. گفتم یک کسب و کار درست کنم که نحوه توزیع اینو عوض کنم. یک چیز جامعی نوشتم، 1400 صفحه، 1378 صفحه. 1400 صفحه توجیه نوشته بودم براش. ماشاءالله. که آقا این چگونه نمایندگی ها باید چگونه کار کنن و خیلی هم مسیر پرمنفعتی بود. یعنی برای اپلیکیشن هم 3 تا دکتر 24 ساعته، یعنی 3 تا 9 تا دکتر آنلاین ما داشتیم، دکتر زنان و زایمان، دکتر اطفال و دکتر روانشناس که به خانم‌ها مشاوره میداد، خانم‌ها تیکت میذاشتن، سوال میپرسیدن، اون جواب میداد یا و خدماتی داشت. بیلبورد رفتین براش؟ خیلی بیلبورد رفتم تو هم استان مازندران، تو حداقل 60 تا بیلبورد اونجا رفتم. بیشتر هزینه هم که من عجیب دادم هزینه‌های پرسنلی و هزینه‌های تبلیغاتی بود. بعد نتونستم تنگشو خورد کنم. واقعا کار من نبود. 2-3 بار دان شد، 2-3 بار عوض کردم کسی که برام مینوشه، کی تو هند برام دوره‌ای نوشت و به هر حال یک اشتباهی بود که من مرتکب شدم، هزینه زیادی هم دادم و به هر حال تموم شد. اون لحظه‌ای که شما در حقیقت میدونی، من چون تجربه شکست دارم دیگه، خب آدم تو پذیرش شکست ممکنه بمونه. بالاخره 11 میلیارد هزینه کردی و باید بپذیری و همش رو بریزی دور، ول کنی. چجوری تونستی این مرحله رو رد کنی؟ میدونم چی بگم؟ آره.
اون وقتی که آدم شکست میخوره به نظر من 3 گزینه محتمله. افراد سطحی به نظر من شکست رو به دیگران نسبت میدن و تقصیر فلانی شد، تقصیر دولت شد، تقصیر حکومت شد، تقصیر شریکم دزد بود، نمیدونم برنامه نویسم کلاهبردار بود، از این داستان ها. خب با این چیزی تو یاد نمیگیری، یعنی خروجیش اینه که خب تو نمیتونی همه آدمای دنیا رو عوض کنی، که نقش خودت چی بوده، اون شریکو تو انتخاب کردی، شریکی که به زور نیامد به تو بگه بیا من انتخاب، اون برنامه نویسو تو انتخاب کردی، نمیخوای بپذیری نقش تو رو. این افراد سطحی. افراد عمیق، ولی به تعبیر من، به زعم من، افراد عمیق افسرده کسایی که میگن همش تقصیر من بود، من بی‌عرضه‌ام، من ناتوانم، و رشد از اینجا اتفاق میفته. آره، ولی افسردگی هم از همینجا شروع میشه. سخته بعد. بذار من کامل، یعنی افسردگی هم از همینجا شروع میشه. طرف اگر که تو تمام این شکست رو به تمام خودت نسبت بدی دچار افسردگی میشی. خب ولی به نظر من افرادی کمی هستن که این تصمیم رو به این اشتباه رو به قسمتی از تصمیماتشون نسبت میدن، نه به کلیت ماهیت خودشون. خب میگم من فلان تصمیم رو اشتباه گرفتم، من فلان انتخاب رو اشتباه کردم، من فلان مسیر رو اشتباه رفتم، نه اینکه من آدم اشتباهیم، تصمیمم اون لحظه اشتباه بود، انتخاب اون شخص برای من اشتباه بود به این دلیل و اون دلیل. این افرادی که معمولا میتونن احتمالاً بلندشن از این داستان. و من همون دوران بود که شروع کردم به نوشتن این کتاب، چون که من سر این ورشکستگی مجبور شدم اون شرکت اولم که خب سالهای سال کار کرده بودم، سوله‌هاشو، دفترشو، ماشینالاتشو، جرثقیل داشتیم، خیلی همه رو فروختم که بدهیامو دادم، همه رو دادم، صاف کردم و هیچی دیگه نداشتم برای کار کردن. یعنی کار در واقع صبح که خواب پا میشدم کاری برای انجام دادن نداشتم و این شروع افسردگی یک مرده که صبح که از خواب پاشی کار دلیل درستی برای بیدار شدن نداشته. این بود که من شروع کردم به نوشتن کتاب. یک مجموعه سجلی زرافه‌ها پرواز نمی‌کنند رو نوشتم. خیلی راستش بخوای به خود کتاب الان افتخار نمی‌کنم، چون بر اساس کلیفتون نوشتم، خیلی هم کار کردم روش، ولی به فرایندی که اون طی شد تا اون کتاب نوشته شد، به حالی که اون روزا داشتم، دلم می‌خواست بمیرم و کسی رو نبینم، ولی باز قلم برمی داشتم، لپتاپم باز می‌کردم و شروع می‌کردم بنویسم، به این افتخار می‌کنم، واقعا افتخار. آفرین. و این کتابو چاپ شد و من 4-5 دوستام آشنام هدیه دادم، به واسطه اون چند تا دوست جدید پیدا کردم، دوست قدیمم برگشتن، دوباره شروع کردم و دوباره شروع کردم رشد کردم و حالا رشد که در حد خودم دیگه. از اون مسیر ورشکستگی بیپولی تو خونه مسکن مهر، مثلا من خونم 500 خورده متر بود، باغبون داشتم، سگ خیلی گرون داشتم، هزینه‌های زندگیم بالا بود و خوب زندگی می‌کردم. من یهو افتادم توی خونه مسکن مهری توی پرند 60 متری. حالا من افتادم توی خونه مسکن مهری کوچیک که برای من و ارتباطات من و فامیلی که قبلا باشون رفت آمد می‌کردم برای من یکم سخت بود اون شرایط. یهو از اونجا به اونجا دوباره چرخید و دوباره رشد به اتفاق افتاد و الحمدلله عوض شد. یه شعری مولانا داره برای این قسمت از شکستی که خوردی، خیلی قشنگه. میگه که گفت پیغمبر که با این 3 گروه رحم آرید، ز سنگید و ز کوه. آن که او بعد از رئیسی خار شد، وان توانگر هم که بی دینار شد. وان سوم آن عالمی کاندر جهان، مبتلا گردد میان ابلهان. بله. دقیقا من همون رئیسی بودم که خار شده بودم یه دوره‌ای و توانگری که یعنی مولانا میخواد بگه واقعا تحمل این دوره سخت. بله بسیار سخت، واقعا تحمل این دوره سخت. یعنی میگه آقا تو دلت سنگه، دلت برای این آدم بسوزه. این تو شرایط بسیار بدیه. کسی که از اول نداشته اینقدر سخت نیست براش که تو من یه گریزی ریز بزنم راجع به این موضوع. من خودم یه چیزی رو بهش خیلی توجه میکنم. من همیشه میگم که سرعت رشد رفاه خانواده و خودت رو یکم عقب‌تر از واقعیت مالی خودت نگهدار. میدونم چی بگم؟ اصلا عجب فلسفه‌ای، عجب حکمتی. میدونم چی برای از این دوران میترسم. از این دوران میترسم. میگم نکنه من وارد این دوران شم. به خاطر همین همیشه سطح رفاه خانواده رو
از چیزی که واقعا هستم عقب‌تر نگه می‌دارم. الان تو عقب‌تر نگه داشتی؟ من که میدونم. نه واقعا عقب‌تر نگه می‌دارم. خوبه. از اولم همینجوری بودم، هنوزم همینجوریم. تا میتونم عقب‌تر نگه می‌دارم که این توقعات بالا نره، این نگاه اطرافیان تغییر نکنه. بذار اون یه جایی باشه که من بتونم راحت کنترل کنم بدون استرس، بدون خوار شدن یک رئیس. یک سوالی که الان تو ذهن من هست، میدونم که اولا بگم که آدم شهودی هستی یا آدم منطقی، و تصمیم میخوای بگیری شهودی تصمیم میگیری یا منطقی تصمیم میگیری؟ میدونم که شما اپلیکیشن خانم خجالتی نمیتونستی منطقی بهش برسی. آره. شهودی حرکت کردی. آره خیلی کارا من شهودی هم. چون من حوزه شعر و ادبیات اینا هم هستم و دوست دارم اینا، خیلی شهودم هستم، ولی احساس میکنم با گذر زمان و با عبور از 50 سالگی و ورود به حوزه دوره دهه ششم زندگیم دارم یواش یواش منطقی تر میشم. شاید شجاعتم داره کمتر میشه، نمیدونم. خواستم اتفاقا همینو بپرسم. آره خواستم میگم اون 11 میلیارد ورشکستگی آیا میتونه بیاد تأثیر بذاره و ریسک پذیری شما رو کمتر کنه؟ بله متاسفانه بله. یعنی من الان خودمو به شدت یک حرکت کوچیک که میخوام انجام بدم به پول الان مثلا 11 میلیارد اون موقع با 11 میلیارد الان قابل مقایسه نیست. الان اگه بخوام 4-5 میلیارد تومان ضرر کنم میترسم. شاید تاثیرات اون شکسته بوده، شاید دوران سختی که سپری کردم تا تونستم از اون مسیر خارج بشم. جالبه، واقعا تأثیر میذاره و هست واقعا همین جوریه. واقعا مینه. آیا شده بعدش یه همچی حسی بهتون بده که واقعا من نمیتونم توی کسب و کارهای آنلاین چیزی بسازم؟ یه دوره شده بود، بعد دوباره تصمیم گرفتم هی دوباره ورود بکنم، یعنی با ترسم مواجه بشم. من از کسب کار آنلاین میترسیدم و تصمیم گرفتم با کمک گروهی که شما میگید از اون افراد اون گروهین بر این ترسم غلبه بکنم و تا حدودی غلبه کردم. حالا دیدگاه من اینه با شما تو این حوزه فرق میکنه. شما خیلی آنلاینید خودتون و کسب کارتون، من یکم رو سنتی دارم کار میکنم ولی کم دوست دارم که تو همه حوزه ها بدونم حداقل. الان که به اون تجربه ورشکستگی 11 میلیاردیتون نگاه میکنی اسمشو چی میذاری؟ تجربه، آموزش، سرمایه گذاری؟ خیلی دوست دارم که نایس به نظر برسم و اسمشو بذارم آموزش. میگم خب من یاد گرفتم، ولی انقدر گزاره های متفاوتی وجود داره که شما نمیتونی همه گزاره ها رو تجربه کنی و یاد بگیری. اگر بخوای از طریق تجربه کردن یاد بگیری خیلی من مثلا الان متوجه شدم که من توی زنجیره تأمین اون سازمان مشکل داشتم. خب کسب و کار دیگه شروع بکنم تو زنجیره تأمین مشکل نداشته باشم، ممکنه یه حوزه دیگه مشکل داشته باشم که الان نمیدونم. پس تجربه کردن الزاماً دیگه الان به نظر من با توجه به سرعت تکنولوژی اشتباهه، بلکه استفاده کردن از کسانی که تو اون حوزه تجربه دارن بهتره. من اگه بخوام شروع بکنم همون کسب و کار رو بخوام شروع بکنم، حداقل با 7 نفر دیگه شروع میکنم که هر کدوم تو یک حوزهش قوی باشن. اون موقع من خودخواهانه همه سهام رو برای خودم میخواستم، 100% سهام مال من بود و خانومم و پسرم. ولی الان این کارو نمیکنم. الان من 10% سهام میخوام ولی به جاش با 10 نفر آدم قوی، با 7 نفر آدم قوی سهممو کم میکنم و تجربه اونا رو میارم وسط. آقای دکتر، با توجه به این تجربیاتی که شما در طول مسیر این کارآفرینی داشتین، حالا چه شکست‌ها و چه موفقیت‌هایی که من میگم از شما دقیقاً تو مسیر داشتید، اگر بخواید کامنتی بدید، پیشنهادی بدید به مدیران و صاحبان کسب و کار، چه پیشنهاداتی میدید؟ من به مدیران ارشد و صاحبای کسب و کار دارم صحبت میکنم. اینجا من به دوربین بگم دوستان، اگر مدیر ارشد هستید یا صاحب کسب و کار هستید، تصمیماتی که نمیگیرید خطرناکتر از تصمیماتی که میگیرید. شما باید مراقب باشید چه تصمیماتی رو باید میگرفتید ولی نگرفتید. یهو باید سهام فلان شرکت رو میخریدید ولی نخریدید. یهو باید فلان شرکت صنعتی ثبت نام میکردید ولی نکردید. خب کسی بابت تصمیماتی که نمیگیرید شما رو توبیخ نمیکنه. تفاوت کسب و کار کوچیک و بزرگ اینه. آدمهای بزرگ کسب و کار به عبارت آدمهای کوچیک خب
کارگرها، کارمندا، منظورم آدمای کوچیک، منظوری که جایگاه سازمانی بود، منظور شخصیتی نیست. کسایی که جایگاه سازمانی پایینتری دارن بابت کاری که انجام دادن باید پاسخگو باشن. این اینجوری انجام داده، اشتباه انجام داده، بعد پاسخگو باشه. این تصمیم رو گرفته، این کار رو خرید رو انجام داده ولی اشتباه انجام داده، بعد پاسخگو باشه. ولی مدیر ارشد سازمان یا صاحب کسب و کار بابت تصمیماتی که باید میگرفته ولی نگرفته باید پاسخگو باشه. ما 10 وزیر نیرو تا حالا عوض کردیم از اول انقلاب، هیچ کدومشون بابت این که تصمیم نگرفتن چرا ما باید نیروگاه جدید بسازیم محاکمه نمیشن. چرا باید اینا محاکمه بشن که آقا ما چرا الان برق نداریم؟ چون 20 وزیر قبلی تصمیمی نگرفتن و این تصمیم نگرفتن خطای بزرگی برای مدیر ارشد. آدم کوچیک که نبوده که بابت تصمیمی که گرفته باید مجازات بشه. دقت کنید چه تصمیماتی رو باید بگیرید ولی نگرفتید. و این شجاعانه است. توش خطا داره، بله، توش اشتباه داره، بله، توش شکست داره زیاد، بله، ولی موفقیت هم داره. و اگه اینقدر ترسو باشید که نتونید این تصمیمات رو بگیرید، نمیتونید به خودتون بگید من مدیر ارشدم یا صاحب کسب بکنم. شما در حد یک آدم معمولی تر در سطح‌های پایین‌تر سازمانید. آفرین. تو آرزویی داری که بخوایش برسی؟ دوست دارم کسی که دقیقاً تو این مرحله از زندگیشه و با این همه تجربه، ببینم الان چی تو ذهنش آرزوه. دوست داشتم مردمی که از خرافه دور باشن. دوست داشتم مردمی که بیشتر مطالعه بکنن، حالا حداقل پادکست گوش بدن، کتاب صوتی گوش بدن. دوست دارم مردم عادت بکنن به این که به جایی که مثلا موزیک گوش بدن، نه اینکه موزیک بده، من با هنر کاملا عجینم، شما بهتر میدونید، ولی پادکست و علم و دانش رو هم فراموش نکنن به نظر من. مرسی دکتر. یه صحبت رو در رو با پدر مادرهایی که دغدغه تربیت فرزند دارن، به نظر من شما به عنوان کسی که دقیقاً توی این زمینه یونیک هستید و خاص، به نظر من داشته باشید. آقای رابرت کیوساکی یک کتابی داره، عنوان کتاب جالبه، میگه من عنوان کتاب خیلی دوست دارم، میگه چرا دانش آموزان ممتاز برای دانش آموزان ضعیف کار میکنند و دانش آموزان متوسط کارمند دولت میشند. و تو این کتاب توضیح میده که آنچه که دانش آموزان کارآفرین رو از دانش آموزان غیر کارآفرین جدا میکنه اینی که شاگرد اولای مدرسه همیشه مراقبن که نایسگاهی باشن، خطا نکنن، بچه خوبی باشن. خب و کارآفرین ماهیتا جنسش از این جنس نیست، بچه خوب نیست، آزمون خطاست. بچهای شاگرد اول مدرسه میترسن اشتباه کنن یا اشتباه بنویسن، میترسن ریسک بکنن، میترسن اعتراض بکنن، میترسن بلند شن، میترسن نظم کلاس رو به هم بزنن. ولی کارآفرین نظم جامعه رو به هم میزنه، نظم تفکر رو به هم میزنه، نظم هر چیزی رو به هم میزنه تا یک چیز جدیدی، نظم جدیدی ازش خلق بکنه. اگر که بچه هاتون رو ترسو بار بیارید، شما بهشون ظلم کردید. نترسید از اینکه بچه‌تون اشتباه کنه. لیوان آب بچه‌ای 3 ساله است بدیم ببره، اگه شکسته نیست و آسیبی بهش نمیرسه، فوقش میریزه رو فرش، 10 دقیقه بعد خوش میشه. این ظرف غذاش ممکنه بریزه، آره قالیتون کثیف بشه، یکم زحمت برای شماست. منم اون موقعی که کفشای پدرمو واکس میزدم زحمت درست میکردم براشون، ولی یاد گرفتم واکس زدن کفشای خودمو، یاد گرفتم بابت کاری که میکنم پول بگیرم، یاد گرفتم که یه چیزی خلق بکنم و این خوبه برای بچه. پدر مادر خیلی مراقبن. به نظر من مشکل اینه که مراقبت زیاده، الان یکم باید کمش نظر دارم. مرسی، واقعا درسته. و اگرم بخوای کامنتی بدی به جوونایی که میخوان بیان کسب و کار شروع کنن، تغییر تو زندگیشون ایجاد کنن، میخوام چی بگم، خیلی رو در رو بهشون چی میخواید بگید؟ سوال سختیه. بهشون میگم باید همت کنید. حافظ میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. یا ایجش میگه که شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم. میگه هر چی که خواستم من انقدر که همت داشتم بهم دادن. بس در واقع همت مهمه خیلی، اگه نگم مهمتره.
آره همت یعنی جدیت، یعنی که من دلم میخواد بخوابم ولی نخوابم، من دلم میخواد الان برم توی اینستاگرام اسکرول کنم و شونگردی کنم نکنم، من دلم میخواد الان بشینم با دوست دخترم چت کنم یا با دوست پسرم چت کنم، کوتاهش بکنم برم به کارهای مهمتری بپردازم. من دلم نمیخواد امروز برم ورزش کنم، برم ورزش. خیلی اهمیت ندید چی دلتون میخواد، ببینید چی برای آیندهتون مهمه. مرسی دکتر، ممنونم از همه تجربیاتی که اینجا به ما منتقل کردین، از اون نگاه بسیار ویژه شما به پرورش فرزند و اون انتقال جسارت و اعتماد به نفس. یعنی من امروز یه درسی خودم گرفتم و واقعا بر من لذت بخش بود، واقعا بر من لذت بخش بود. همونطور چجوری از اون شکست بسیار بزرگ شما تونستین ریکاوری کنین، بیاین بالا و دوباره کسب و کاری رو بزنین و دقیقت زندهش کنین دوباره. خیلی خیلی برای من درس بزرگی بود. خیلی ممنونم از این که تشریف آوردین به برنامه با تجربه. مرسی دکتر جان، مرسی که منو دعوت کردین به این برنامه، واقعا افتخار میکنم که اولین مهمان این برنامه بودم. یه جمله هم خطاب به شنونده ها و بیننده های این ویدیوکست و پادکست بگم، هر جایی صحبت های من مخالفتی داشتید و دیدید و احساس کردید که اشتباه دارم میکنم، خیلی باز و پذیر آماده شنیدن هستم، کامنت کنید، اصلا هم ناراحت نمیشم، با کمال میل و آغوش باز و لب خندان و با حوصله گوش میکنم و پاسخ میدم، ان شاءالله که شما بتونید منو اصلاح کنید و همه بتونیم همدیگه رو اصلاح کنیم. ممنونم دکتر. من شمس‌الدین یوسفیان هستم. اولین قسمت از ویدیوکست با تجربه رو با هم بودیم. منتظر قسمت بعدی باشید.